شب چراغ شدم سر راحت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. شب چراغ شدم سر راحت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. پیمانم تو بستی، معشوقم شدستی، در حسرت دیداری تویم ای بت مستی. پیمانم تو بستی، معشوقم شدستی، در حسرت دیداری تویم ای بت مستی. شب چراغ شدم سر راحت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. شب چراغ شدم سر راحت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. هر شب نمیخوابم ماهتاب است، عشقم تو ببینم وقت خواب است. تا هر نفسم در تک و تاب است، لایق شدم بر تو حساب است. پیمانم تو بستی، معشوقم شدستی، در حسرت دیداری تویم ای بت مستی. پیمانم تو بستی، معشوقم شدستی، در حسرت دیداری تویم ای بت مستی. شب چراغ شدم سر راحت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. شب چراغ شدم سر راحت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. مفتون شدم ای گل زیبا، بیمار شدم بیا بدیدار. هر لحظه نسویم که بیایی، دردی دل من را تو دوایی. پیمانم تو بستی، معشوقم شدستی، در حسرت دیداری تویم ای بت مستی. پیمانم تو بستی، معشوقم شدستی، در حسرت دیداری تویم ای بت مستی. شب چراغ شدم سر راحت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. شب چراغ شدم سر راحت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. салом тамошобинони азиз, ин суруд барои ҳамаи мо ошно аст, ҳамин не? бале ин суруд моли яке аз ҳунармандони маҳбуби дилу дидаҳои ҳар яки мо, Баҳроми Ғафурӣ Шодравон ҳастанд, ки эшон дар жанри эстрадӣ, дар мусиқии тоҷик як сами бисёр хуб гузоштанд ва ҳар жанри мусиқӣ ба худ ҷойгоҳу макони хосаи худро дорад ва эстрада низ ҳамин гуна, ки зери навои сурудҳои эстрадӣ низ мо хотираҳои бисёр хубро пушти сар сохтаем ва имрӯз дар барномаи хотираҳо моро ҳамроҳӣ мекунанд писари ҳунарпешаи шинохта, ҳунарпешаи азизи дилу дилҳо Баҳроми Ғафурӣ, Анушервони Баҳром. Хуш омадед ба барнома. Ташаккури зиёд. Ман аз фурсати муносиб истифода бурда саломи худро ба ҳар якояки тамошобинони телевизиони Сафина мерасонам. Ташаккури зиёд, ки даъват кардед. саломат бошед ва мо имрӯз шуморо даъват кардем то бозхонӣ карда бошем сурудҳои падарро ва барои бинандагон, ки дар хотираи онҳо сурудҳои эшон сабт гардидааст ва зери навои сурудҳои он кас бисёр хотираҳои хубро албатта ки пушти сар карданд, як бори дигар хотирасон сохта бошед. ва суруди Шабчароғ, ки шумо бозхонӣ кардед, иҷро кардед, мехостем дар аввал аз он бигӯед, ки падар кай ин сурудро иҷро карда буданд, чӣ гуна сурат гирифта буд рафти кор? Солҳои 2004 буд аввалин бор ин сурудро эҷод карданд ва пешкаши мухлисон гардонданд. вақте ки
بهرام غفوری در خانه کار میکردند، ایجاد میکردند، به ایجاد مشغول بودند. چگونه بود؟ یک کمی از همان لحظه های خوبی بگویید که در خاطراتون از پدر ثبت گردیده است که چگونه کارشون ادامه می‌یافت، جریان داشت. لحظه ایجادات پدرم بسیار وقتا در خانه میشتن، شبها با گیتار رو میگرفتم، آهنگای خود رو میکردن، با هم میشتیم صحبت میکردیم. بعد سرودهایی که نو ایجاد میکرد میخوند که ما گوش کنیم که چی خیلی با ما میپرسید که چی خیلی معقول شد نشد. بسیار ایجادیتشون در خانه بود، در خانه با گیتار. اولین شنونده سرودهایشون گمانم شما بودین. بله بله بله. بهرام غفوری یک هنرپیشه بودند که هنرمندی بودند که برای همه ما عزیز، برای همه ما قدردان و مخلصان بیشماری خود را داشتند. هرگاهی که روی صحنه می آمدند همین گونه مخلصان به خوبی قبولشان میکردند و سرودهایشان در ژانر استرادی ولی آرامانه بودند که به قلب‌های شنونده تاثیر بسیار خوب رو میرسانید. بله. ما با پدر یک جا بعد مراسم ها میرفتیم ولی من روی صحنه نبرآمده بودم. به حیث تماشابین میرفتید همراهشان؟ نه در اونجا میخوندم همراهشان. باز هم آواز میشدید؟ بله هم آواز. چند سرودی از پدر هست که شما اجرا کرده دوباره یا همه سرودهایش رو؟ تقریبا یک 5-6 سرودهایش رو اجرا کردم. از همکاریش همراه دیگر هنرمندان بگویید که در محیط خانه چگونه بود؟ رفت آمد هنرمندان در محیط عائله و فعالیت ایجادی گمانم در محیط عائله‌تان خیلی زیاد بود رفت آمد هنرمندان. بله هنرمندان بسیار می‌آمدند و با هنرمندان با ایجادکاران استاد فرهاد میلاد، فایز علی عمرов و بسیار ایجادکاران بودند که می‌آمدند با اونها کار می‌کردند در خانه. وقتی که شما همین سرود رو شب چراغ رو سراییدید صداتون بسیار به صدای بهرام غفوری مانند است. گمان میکنیم که همون صدا مانندیش بسیار زیاد است. شما گفتید که هم‌آوازی میکردید همراه پدر. همراهتون کار کردن و آموزش ها چگونه بود؟ شما را چگونه آموزش میداد که این سبک است، این طبع است؟ مثلا رویه سرودخوانی من وقتی که من به سن مکتب خوانی رسیدم خودشون ما رو برد در مکتب موسیقی موندن. من 11 سال مکتب موسیقی به نام میرات العاطف رو در اونجا ختم کردم و نیت ها بود که یک جا یک سرود رو باید آماده میکردیم ولی نصیب نبود است. پس حالا برای مخلصان بهرام غفوری باز یک سرود دیگر پیشنهاد سازید. این سرود دوم نامش اگر عشق نی بر من، سرود آرام است. بخواهید شما مرحبا. اگر عاشق نی بر من دلم را باز برگردان، مرا در عالم عشقت مکن بیهوده سرگردان. دل برکم گیریه مکن تو، گیریه به چشمان نمیزیبد. روزی شادی ها و غم شد دیدار ما تا قیامت. مرا مکوش، مرا مکوش، مرا مکوش، مرا مکوش.
از آن روزی که تنهایم هوای شهر بارانیست درونی سینه سردم دلی بیچاره زندانیست دل برکم گیریا مکن تو گیریا به چشمات نم زیبا روزی شادی ها و غم شد دیدار ما تا قیامت مرا مکوش 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 باز هم باید بگویم که اجرایتون برایمون پسند اومد. خیلی خوب. و همین گونه سرودهای در وصف محبت از بهرام غفوری خیلی زیاد هستند که هنگامی اولین مراتب پیشکش شنونده گردیدن زود در حال به دل و دیده ها جا می گرفت، در حال مخلصانی خود را پیدا می کرد و در نقلیات ها در دلخواه مکان هایی که اگر می رفتیم همین صداها بود، همین سرودها صدا میداد. همین سرودها رو بعضیش رو تا جای اطلاع داریم بهرام غفوری خودشون ایجاد کردن، متنم آهنگم. بله، بسیار سرودهایشون خودشون ایجاد میکردن و بعدا دوامش رو با بسیار آهنگسازان هنرمندان با کی ها مثلا شما؟ مثلا همین سرودی که میخونیم اگر عاشق نمیبرن، این سرود رو با فضلی معروف کردن، باز با اون کس سرودی فرشته ما رو کردن، سرودی عمری من میرود یادی تو هرگز نرود. سرودا بسیار هم با هنرمندانی که فرهاد میلاد با فرهاد میلاد کار کردهشون، سرودی مهاجر بچه، سرودی شرابی، بسیار سرودها رو با هنرمندان کار میکردن. بله. و کلیپ ها نیز بسیار ثبت کردن، کلیپ هایی که بیشتر جذابیت دارن، بیشتر بیننده خود رو داشتن. در ثبت همون ویدیو کلیپ ها همراهشون شما بودید؟ از لحظه هایی که همراهشون بودید و خاطره های داشتید؟ نه در همش بودم، ولی در یک چند کلیپ هایی که وقت آخر میکردن در آنجا با همراهشون بودم. بسیار خاطرات داریم در آنجا. چگونه بود احساس شما وقتی که میدیدید در روی همون یک مکان هنرمندان با هم جمع آمدند، فیلم به قبل یک سوژه معینی رو ثبت میکنند، احساساتون چگونه بود؟ چی فکر میکردید؟ چی اندیشه داشتید؟ خیلی در هیجان بودیم ما، چون که در میگفتید که شاید من هم روزی میرسد که همین گونه بله سوژه ها ثبت میسازم. بله، آدمیزاد یک آرزوها داره در دل، بسیار آرزوها عملی میشوند. بله در دل من بود از خوردنی. مثلا در کدام ثبت ها همراهشون بودید شما؟ در ثبت های تلویزیونی نیز بهرام غفوری زیاد اشتراک میکردند، در کجاها شما همراهیشون میکردید؟ تا کجا از تجربه هایشون بهره گرفتید؟ در ثبت های تلویزیونی نبودم، بسیارتر در محفل ها با همراهشون بودم. بله. و باز یک سرود دیگر که قرار است پیشنهادمان سازید، اسمش رو بگویید و برایمون معلومات بدهید اطراف همین سرود که چگونه است تولیدش تا جایی که شما اطلاع دارید. سرودی که حاضر پیشنهاد میکنم سرود گل خوشرو یک نام دارد، این از ایجادات خودشون است. کی پیشکشی شنوندگان کردید؟ این سرود خطا نکنم اگر سال 2001 بود یا 2002 بود. خوشبویه که شونه بیزب بناز بناز برمویه که ای گلی خوش رویه که خوشبویه که شونه بیزب بناز بناز برمویه که شونه بیزب بناز بناز برمویه که
دلم عاشق بد است در خانه غم، اما زلفی سیاه یاری جانی زده برگردنم زولانه غم. ای گل خوش رویکه خوشبویکه شانه بیزب بناز بناز برمویکه. ای گل خوش رویکه خوشبویکه شانه بیزب بناز بناز برمویکه. شانه بیزب بناز بناز برمویکه. بیا ای دل که با غم ها بسازیم، کناری خیش را دریا بسازیم. اما زلفی سیاه یاری جانی زده برگردنم زولانه غم. ای گل خوش رویکه خوشبویکه شانه بیزه بناز بناز برمویکه. ای گل خوش رویکه خوشبویکه شانه بیزه بناز بناز برمویکه. ای گل خوش رویکه خوشبویکه شانه بیزه بناز بناز برمویکه. ای گل خوش رویکه خوشبویکه شانه بیزه بناز بناز برمویکه. شانه بیزه بناز بناز برمویکه. چون برنامه ما اسمش خاطره هاست، یک کمی از خاطره های بسیار خوبه بگوید که در ذهنتون ثبت گردیده است از لحظه های با همراهی پدر بودن. مثلا سخنهایی که براتون تاثیر رسان بود، سخنهایی که براتون روحیه میبخشید تا راه سنت رو ادامه بدهید. مثل دوست بودیم با پدرمو. یک سخنی خیلی هم بزرگ داشتن که با من میگفت که از اون که یک بیگانه رو دوست میگیری رفیق میگیری، مثلا با مصلحتی او کار میکنی، خوبش چی من دوست تمایم رفیق تمایم پدر تمایم چی مصلحتی که داره بیا خدمت صحبت کنم خودم روی بچه روی خوب شما با تو میفهمونم. ولی این در محیط عائله مهم است که عائله با هم اتحاد باشد، دوست باشد و در برابر اونی که همراه شما همینگونه اجازت میدادن که همراهشون با مانند دوست و رفیق باشد، با مردم نیست، با نفرانی که آشناها بودن همینگونه صمیمی و خاکسار بودن. همگی همین سخن رو میگویند که همراه همون چقدر صمیمی زمینی و خاکسارانه سخن میگفت. از دوستان پدر کی ها هستند که حالا همراهتان همکاری میکنند و شما یاری میرسانند؟ از دوستان پدر بسیاری ها همشون هستند که کمک میکنند. مثلا از سراینده ها؟ از سراینده ها همشون در تماس هستیم، میپرسن اول پرسی میکنن. حالا چگونه از فعالیت ایجادیتون؟ چون تصمیم گرفتید که روی پدر رو ادامه بدهید، دوام دهنده همین کسب و کار باشید، فعالیتتون چگونه است؟ همراهی کدام سراینده ها همکاری میکنید و چی نقشه و نیت ها دارید؟ فعالیت در سال 2024 یک سرودی خودمون رو ایجاد کردیم و در آینده نیت ها بسیار هستند. از ایجادیات پدرم یک سرودش رو آماده کردیم، خدا خواهد با ثبت کلیپش پیشکشی مخلصان میگردونیم. متنش رو سیراج‌الدین غفوری نوشته بودن. با اون کس نیز کار میکنیم، با استاد آرزو یوسف کار میکنیم و با همه نویسندگان ایجادکارمون کار میکنیم. همیشه شعرم بله. و یک سرود دیگر دارن بهرام غفوری، فرشته ما. این سرود از همه زیاد برای مخلصانش پسند است. یک سرود بسیار شوخ و جذاب است که به دل و دیده ها به عمیق‌ترین نقطه قلب ها رسیده است و تا حال در خاطره ما این سرود باقی مانده است. حالا فرصت پیشنهاد یک سرود دیگر است و از شما درخواست میکنیم که سرود فرشته ما رو برایمان پیشکش سازید. خب. فرشته ما ز کجایی به صورت مای هوایی
مثالی تو ندیدیم عزیزکم فرشته ما ز کجایی به صورت مای هوایی مثالی تو ندیدیم عزیزکم تو چون فرشته آسمان تو چون ستاره خندان تو را میخوام من از جان عزیزکم از دل و جان فرشته ما ز کجایی به صورت مای هوایی مثالی تو ندیدیم عزیزکم با تو بودم یاد از آن شب به تو بودم داد از آن شب برای دیدن در شب ناله دارم با تو بودم یاد از آن شب به تو بودم داد از آن شب برای دیدن در شب ناله دارم فرشته ما ز کجایی و صورت مای هوایی مثالی تو ندیدیم عزیزکم فرشته ما ز کجایی و صورت مای هوایی مثالی تو ندیدیم عزیزکم نگاهی تو بهار من جدایی تو خزان من تو عشقی به وفای من عزیزکم نگاهی تو بهار من جدایی تو خزان من تو عشقی به وفای من عزیزکم فرشته ما ز کجایی و صورت مای هوایی مثالی تو ندیدیم عزیزکم فرشته ما ز کجایی و صورت مای هوایی مثالی تو ندیدیم بعضی از سرودها واقعا مردمی هستند مخصوص برای قلب مردم نوشته میشوند تا اونها خوب قبولش داشته باشند و همون احساس خود را همون هر تجربه که در روزگار خود دارند توسط مصرع‌های همون سرود ببینند در ذهن خود پیدا سازند و همین سرود نیست و مانند همون سرودهایی است که بیشتر در ورد زبانی همگی مردم بود وقتی ایجاد شدن وقتی تولید شدن وقتی به گوش شنونده رسیدن ما می‌خواستیم در مورد همین سرود بدونیم که متنش مال کیست آهنگش مال کیست سرودی فرشته ما رو سال 2006 سال اولین بار در سرودی سال صدا داده است و صاحب جایزه نیز شده است این سرود رو پدرم با هنرمندی خیلی خوب فیضعلی عمرов یک جا همین سرود رو آماده کردن و این سرود تا حال
فکر میکنم که بله. مخلصان خود رو دارد، چون که در همه محفل ها میرویم بسیار همین سرود رو درخواست میکنم. مردم نیست خوب قبول کردن این سرود رو. ولی یک سرودی شوخ است که بیشتر انسان رو وادار میکنه تا همین گونه خوشحالانه قبولش داشته باشد. در چهره به اختیار تبسم رو پیدا میسازد. مصرع‌های همین سرود که بسیار محبت رو، سیمای معشوقه رو بگوییم بسیار خوب وصف کرده است، تصویر کرده است. و خود شما که همین راه رو ادامه داده ایستادید، از مال خودتون چند سرود ایجاد کردید؟ از مال خودمون 4 سرود ایجاد کردیم و پیشکش مخلصان گرداندیم سرودها رو. چگونه سرودها هستند؟ موضوعها سرودی ناتمام، بعدا سرودی گلی من که این حال در اینجا پیشکش مخلصان میگردونیم. سرودی عشق تو بود که وای از ایجادات پدرم بود، وای ناتمام بود. بله. و حالا یک سرود آماده کردیم که حالا پیشکش مردم نشده است. 4 سرودمون همین سرود که از ایجادات خودمون است. گلی من رو همراه کی کار کردید؟ سراج‌الدین غفوری متنش رو نیستن و تنظیم سرود رو امیجون که در اینجا است، تنظیم سرود رو یک جا با امیجون کردیم. در فرجام برنامه ما درخواست میکنیم که همین سرودی گلی من رو شما برامون تقدیم سازید. دوستان عزیز، ما کوشش کردیم که در این برنامه برایتان از خاطره های خوب یادآوری کنیم که زیر نوای سرودهای بهرام غفوری شادروان شما داشتید و یک کمی از سرودهای ماندگار آن کس برایتان گفتیم، تقدیم ساختیم. و در آخر یادآور میشویم که همراه ما امروز در برنامه حضور داشتند فرزند بهرام غفوری، انوشیروان بهرام، همراه یک گروه مطربان چیردست. و اینجا برنامه خاطره ها به انجام میرسد. با پیشنهاد یک سرود دیگر از انوشیروان تا برنامه های دیگر خیر. گل من خر مکن، گل من خر مکن، زندگی یک بار است، اونا تکرار است. ای جان شیرین سخن از عشق بگو، محبت را بجو، کناری من نشین. ای جان شیرین گل من خر مکن، گل من خر مکن، زندگی یک بار است، اونا تکرار است. ای جان شیرین سخن از عشق بگو، محبت را بجو، کناری من نشین. ای جان شیرین سخن از جدایی هرگز مگو تو، سفری رای تنهایی مجو تو. پشیمان میشوی در نیم راه، سزاواری تویم زیمن نرو تو. پشیمان میشوی در نیم راه، وفاداری تویم زیمن نرو تو. گل من خر مکن، گل من خر مکن، زندگی یک بار است، اونا تکرار است. ای جان شیرین سخن از عشق بگو، محبت را بجو، کناری من نشین. ای جان شیرین تولا از خدا دارم شب و روز، که باشی در برم امروز و هر روز. که میداند که فردا در چی حالیم، غنیمت دان تو لحظه های امروز. که میداند که فردا در چی حالیم، غنیمت دان تو لحظه های امروز. گل من خر مکن، گل من خر مکن، زندگی یک بار است، اونا تکرار است. ای جان شیرین سخن از عشق بگو، محبت را بجو، کناری من نشین. ای جان شیرین
گل من قر مکن گل من قر مکن زندگی یک بار است اونا تکرار است ای جان شیرین سخن از عشق بگو محبت را بجو کناری من نشین ای جان شیرین